اگه از اونایی هستید که از خارش‌های بی‌دلیل خوشتون نمیاد ولی همش دارید خودتون رو میخارونید، پس حتما دوست دارید بدونید واقعاً تو پوستتون چه خبره. اینجوری بهش فکر کنید: پوست ما مثل یه سیستم دزدگیر خیلی پیشرفته است. وقتی یه چیزی پوست رو قلقلک میده، مثلا یه تار مو که افتاده، ریش یه پشه کوچولو یا حتی هوای خشک عصبهای پوست، یه پیغام به مغز میفرستن که آهای یه خبراییه. مغز هم چی جواب میده؟ بزن بریم بخارونیمش. اما قسمت باحالش اینجاست: حتی فکر کردن به خارش هم میتونه باعث بشه آدم خارش بگیره. این یه جور بازیه که مغزمون باهامون میکنه، اونم به خاطر یه ماده‌ای به اسم هستامین. این هستامین مثل یه آژیر خطره که داد میزنه یه چیزی اینجاست، حواست باشه. برای همینه که وقتی پشت نیشتون میزنه شروع میکنید به خاراندن، یا حتی بعضی وقتها همینجوری الکی هم خارشتون میگیره. و هرچی بیشتر میخارونید بیشتر هم خارشتون میگیره. انگار مغز و پوستتون دست به یکی کردن که باهاتون شوخی کنن. پس دفعه بعدی که یهو خارشتون گرفت، یادتون باشه بدن شما داره وظیفه‌شو انجام میده، شاید یکم زیادی خوب. کی فکرشو میکرد علم اینقدر خاراندنی باشه؟